به نام خدا، با یکی دیگه از آموزش‌های بستران سیستم سفارشگیری و منیو QR کد در خدمتتون هستم. یکی از قابلیت‌های این سیستم این هست که شما میتونید مخارجتون رو مدیریت بکنید، یعنی مانیتورینگ کنید و ببینید که طی مدت مشخصی مخارجتون صرف چه چیزایی شده. برای این کار از فهرست اصلی روی دکمه مخارج کلیک کنید. توی صفحه باز شده مخارجی که قبلا ثبت کردین رو با جزئیات مشاهده میکنید که قابل ویرایش و حذف هست. تامین کننده ها رو میتونید در این قسمت تعیین بکنید که تامین کننده مختلف، تامین کننده گوشت مثلا، تامین کننده تمعیر، تامین کننده مواد اولیه تازه گیاهی و غیره. با استفاده از این دکمه میتونید مخارج جدید رو تعریف بکنید، هم تاریخ براش تعیین کنید، مبلغ مشخص بکنید و اگر خواستین یک کد ارجاع بزنید که برای یادآوری خودتون هست کاربردش. دسته‌بندی رو انتخاب بکنید که این دسته‌بندی هم قابل تنظیم هست در جای دیگه ای، و اینکه تامین کنندهش رو انتخاب بکنید و درج بفرمایید. به این مخارج اضافه میشه و آخر ماه توی نمودارها هم نمایش داده میشه. دسته‌بندی ها هم از این قسمت میتونید مدیریت بکنید.